بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، چگونه که قید کردیم امروز از درس عقیده یکی از نشانه های بزرگ دیگری نزدیک شوی قیامت آمدن یعجوج و معجوج و یا میتوانیم بگوییم هجوم کردن یعجوج و معجوج در زمین را با هم میگذاریم که درباره یعجوج و معجوج هر خبری که در قرآن آمده است و یا در سنت آمده است اینجا مؤلف جمع کرده‌اند. بیاید ببینیم یعجوج و معجوج که در ما برای چیزهای خیلی بد یا برای انسانهای خیلی بی‌رحم ضرب المثل میزنند، آنها کی هستند و یا چی هستند؟ اولا کلمه یعجوج و معجوج بعضی علما میگن این دو کلمه کلمه عربی نیست و از یگان فعل گرفته نشده است و نام همون گروه هست یا انسان های هست که آنها در آخر زمین در آخر زمان به زمین می آیند و بعضی از علما میگن نه، یعجوج و معجوج این از کلمه عربی گرفته شده است. یکی از معنایش از شراره های آتش می باشد، معنای دیگرش با هم آمیخته شدن و با هم درگیر شدن می باشد. به هر حال یعجوج و معجوج این چی است؟ نامی یک گروه از انسان هاست. برای اون که خواهران عزیز تمامی یا گفتم اکثریت عالمان بر این اتفاق هستند که یعجوج و معجوج اینها بشر هستند، از فرزندان حضرت آدم هستند و آنها از یگان جنس دیگر نیستند. خیلی کمی از علما هستند که میگویند یعجوج و معجوج یک مخلوق هستند، آنها انسان نیستند، ولی قول اکثریت علما بر این است که بر این دلیل هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از فرزندان آدم از شما از 1000 اگر یکی به آتش داخل شود از یعجوج و معجوج باشد 999 داخل آتش می شود و یک تای آن فقط داخل جنت می شود. از این می براید که خواهران عزیز یعجوج و معجوج اینها چی هستند؟ اینها از فرزندان آدم و حوا می باشند، یعنی مثل ما انسان هستند، فقط با مواصفات یا صفتهای خاص خود که کمی چگونه که انسان ها در روی همین زمین باشیم هم از هم دیگر فرق میکنیم، آنها هم فرق میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یعجوج و معجوج از فرزندان آدم هستند. اگر آنها به نزد مردم الان بیایند تمامی حیات مردم را فساد میکنند و یک تای آنها نمرده 1000 تای دیگر تولد می شود و سبحان الله این حدیث دلالت بر آن میکند که خیلی و خیلی تولد در آنها زیاد است و یک تا نمرده آنها 1000 تای دیگر تولد می شوند و در صفتشان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آنها چگونه انسان ها هستند؟ آنها چهره هایشان وسیع هست مانند سپرهای قفس. اگر شما سپر را دانید یا ترس میگویند با عربی سپری که با آن پیشتر شمشیر را یا از شمشیر دفاع میکردن آن دوره شکل هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آنها چهره هایشان چی است؟ مدور هست یا دوره شکل است و مانند همون سپرهای قفس هستند، یعنی قبط به قبط. این دلالت به قفسی پوست چهره آنها میکند و چشمانشان کوچک است، بینی هایشان هم کوتاه هست، یعنی بینی دراز ندارند و آنها از هر طرف وقتی که قیامت نزدیک می شود هجوم می کنند و این چونین دربارش آمده است که آنها از همان فرزندان مغول هستند، یعنی منگولیایی که امروز من و شما می شناسیم یا اینکه تاریخ چنگیز که اکثریت از آن با خبر هستید که وقتی آنها در عصر 7 هجری دقیقاً 12 یا 13 میلادی آمدن تمام زمین رو آغشته خون کردن، حتی دریای فرات عراق به جای اینکه آب از آن جاری شود خون از آن جاری شد. اینها از همان
قبیل هستند یا از همان نژاد هستند. پس یاجوج و ماجوج که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما صفت کردند چه هستند؟ چهره های کروله یا مدور دارند و خیلی پوست قفس دارند و چشمان میده دارند و بینی کوتاه دارند و آنها خیلی در آنها تولد زیاد است و یک باره به زمین هجوم میکنند و بعضی از علما میگویند از الان چگونه به زمین آمدنشان رو هم میگویم. بعضی از علما میگویند آنها خیلی قد بلند دارند، یعنی ابن حجر دربارهشان بعضی آثارها را آوردگی هستند که یک گروهی آنها خیلی قد بلند دارند مانند درخت‌های بزرگ، یک گروهی آنها هم به دو طرف هم به بالا، یعنی 2 متر وسیعی 2 متر بلندی دارند. بعضی از آثار آمده است که یک گروهی آنها گوشهایشان اینقدر دراز است که می توانند بالای گوش خود خواب کنند، ولی این آثار بعضی از آورده ابن حجر می باشد. ولی خیلی که گفتم درباره این که آنها چگونه هستند فقط در ما همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. اما درباره یاجوج و ماجوج که اینها گفتم شکلشان همین گونه است و از فرزندان آدم و حوا هستند، اینها چگونه بودند؟ چگونه که در سوره کهف دقیقاً از آیات های 92 و 99 ما میخوانیم، گروه بودند که در زمان ذوالقرنین زندگی کرده بودند. در زمان ذوالقرنین زندگی کرده بودند و آنها وقتی از حد مردم را اذیت میدهند و با اون جسم های خیلی بزرگ و گفتیم قومی خیلی زیاد، از ذوالقرنین در مشرق زمین، وقتی مشرق زمین میگیم دیگر در زمین شرق، در همین آسیا، مردم طلب میکنند که ای ذوالقرنین ما به تو خرجت رو دهیم یا ما به تو مبلغت رو دهیم، تو کمک کن، چون این یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض، در زمین اینها خیلی فساد میکنند. فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا. آنها از ذوالقرنین اون پادشاهی عادلی که در آن زمان پروردگار برای او فتوحات یا کشایش زمین مشرق و مغرب را داده بود، از همین از ذوالقرنین آنها طلب میکنند که به ما چیکار کن، کمک کن تا که بین ما و بین این یعجوج و معجوج یک سد بایستد، بین ما و آنها را چیکار کن، از ما دور کن. ذوالقرنین به آنها میگویند که برای من از شما یگان پول مزد لازم نیست، شما فقط کمک کنید من اینها را در بین 2 کوه زندان میکنم. و ذوالقرنین در بین 2 کوه آنها رو همشان رو جمع کنند، تمام یعجوج و معجوج رو، یعنی تمام این قوم رو، و بالای آن 2 کوه که از 2 طرف با هم برابر است قله هایش، بالای آن 2 کوه رو با آهن آب شده یا گفتیم با نحاس و میس آب شده کاملا میپوشانند. با آهن آب شده و با آن متل های آب شده وقتی که میپوشانند آنها کاملا در آنجا چی میشوند؟ کاملا در آنجا زندان میشوند و از آنجا برآمدن نمیتوانند. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نزدیکی قیامت خداوند برای آنها اذن میدهد و آنها آنجا را میشکافند و بیرون میبرایند و آنها میشکافند و بیرون میبرایند. و در سوره انبیا هم الله چی میگوید؟ حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق. یعنی وقتی که روز قیامت نزدیک می شود، یعجوج و معجوج کشوده میشن و آنها از تمام بلندی ها ریخته به زمین می آیند، یعنی هجوم کرده خیلی به سرعتی تیز و خیلی به مقدار زیاد. و در حدیث هم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم باره به نزد زینب بنت جحش همسرشون خیلی در یک شکل ترسیده داخل می شوند و می گویند لا اله الا الله ویل للعرب من شر قد اقترب. لا اله الا الله، وای بر حال عرب از شر اون چیزهایی که الان نزدیک می شود. و در دوامش می گویند امروز با همین مقدار، یعنی یک مقدار کوچک شکفته شد از آن زندان یا از آن سدی که یعجوج و معجوج را در آن زندان کرده بودند. یعنی در زمان پیامبر از این حدیث برمی آید که
یک مقدار کمی از آن زندان آنها از بین آن آهن و آن نحاس و میز گشوده شده بود. و این چنین در ما حدیث است در صحیح مسلم که وقتی که یاجوج و ماجوج به زمین می آیند، مردم در آن زمان اگرچه حضرت عیسی همراه آنها بودند و این بعد از کشته شدن دجال بود، مردمی در روی زمین، مسلمان های در زمین برابر یاجوج و ماجوج هیچ جنگیده نمی توانند. و خداوند به عیسی امر میکند که این بنده های مرا بگیر و به تور، یعنی به کوه تور پناه ببر و یعنی شما با آنها مقاومت و جنگیده نمی توانید. یاجوج و ماجوج باشد از هر طرف ریخته می آیند و حتی وقتی از نزد بحر می گذرند، اینجا بحیره طبری گفتگی هستند، وقتی که از نزد بحر می گذرند، گروهی پیش آمده اون آب را وقتی می نوشد در بحر یگان قطره آب نمی ماند. گروهی دیگری می گوید اینجا پیشتر آب بود. یعنی تصور کنید آنها چگونه انسان‌هایی هستند که به یک نوشیدن آب بحر را می خشک کنند، یعنی خشک می شود و آنها هر جا که می روند آنجا را فساد می کنند، آغشته ویران و ولنگاری و خون. و با همین وقتی که تمام زمین را به فساد و به ویران و ولنگاری می کشند، حضرت عیسی همراهی اون مسلمانی که در نزدشان هست دعا میکنند که خداوندا این بلا را از زمین بردار، این بلا را از سر ما بردار. و آنها وقتی دعا میکنند، پروردگار از آسمان یک کرمک میده را نازل میکند که بعد از آمدن آن کرمک آنها از آن کرمک میخورند. در بعض شهرها کرمک ها بالای آنها می افتند و همگی می میرند و زمین از بوی و از نجاست مرده آنها خیلی بدبوی می شود. سپس حضرت عیسی باز دعا می کنند تا اینکه پروردگار پرنده های را می فرستد و آن پرنده ها تمام مرده آن یعجوج و ماجوج را به دور و یا به بحرها برده می افکنند. از این حدیث می آید که مردن یعجوج و ماجوج به دست عیسی و مسلمان ها نیو به برکت دعای آنها می شود. یعنی خداوند دعای عیسی و مسلمان ها را اجابت می کند و با بارانیدن کرم از آسمان آنها را می کشد و آنها همگی می میرند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر میگویند از همون زمانی که یعجوج و معجوج را اسکندر یا گفتیم همون ذوالقرنین که در بسیاری از کتاب ها اسکندر ذوالقرنین آمده است، وقتی که ذوالقرنین از همون زمانی که یعجوج و معجوج را در بین دو کوه زندانی کرد، یعجوج و معجوج یعنی آن قوم هر روز برای شکافتن آن دیوار آهنین کوشش میکنند. خیلی مقدار کم وقت میماند، میگویند بیرویم فردا باز میآییم و دوام میدهیم و فردایش وقتی برمیگردن همون دیواری که آنها شکافته رفته بودن، پروردگار باز به حالت خودش برمیگرداند. یعنی اگرچه خیلی باریک شده بود، باز پروردگار به اصل خودش برمیگرداند، دوباره باز آن شکافتن آن دیوار را شروع میکنند تا اینکه وقت روز قیامت نزدیک شد و وعده یا گفتیم زمانی برآمدن آنها آمد، یکی از آنها میگوید بیاید بمانید، انشاءالله فردا دوام میدهیم و با همین انشاءالله فردا دوام میدهیم پگاهش میآیند و با یک زدن آن دیوار رو میشکافند و همگی به زمین هجوم میکنند و چه خیلی گفتم حتی از بحر وقتی آب مینوشند در آن بحر چیزی نمیماند و اینقدر در روی زمین کشتار میکنن، خونریزی میکنن، فسادکاری میکنن که حتی در صحیح مسلم آمده است که وقتی در زمین جای نمیماند آنها میگویند زمین رو همش رو نابود کردیم، بیایید
تیر بزنیم به اهل آسمان، یعنی بیایید آسمان رو هم نابود کنیم و برای فتنه یا گفتیم یک امتحان بزرگ آنها وقتی تیرهای خود را به آسمان میپرانند، تیرهای آنها از آسمان خونالود شده به آنها برمیگردند که آنها باز میفخرند که انا آنهایی که در آسمان هستند حتی آنها رو هم ما کشته ایستاده. و گفتیم یعجوج و معجوج الان موافق حدیث و آیت قرآن کریم زنده هستند، ولی آنها چی هستند؟ در بین دو کوه زندانی هستند و آنها در آنجا چی میخورند، چگونه زندگی میکنند، این یک علم غیب یا عالم غیبی هست که از آن بخبر هستیم. برای آنکه در ما در سوره کهف چی آمده است؟ درباره‌شان آمده است که پروردگار میگوید وقتی که روز قیامت نزدیک شد آنها بیرون میبرایند. اما درباره این که الان آنها در کجا هستند، یعنی در کجای زمین آن دو کوه باشد، بعضی از علما میگویند در زمان واثق بالله، یعنی یکی از نبیره های هارون الرشید 2 سال کامل یک عدد یا یک مقدار لشکر از پی کوفتکوی آن کوه بودند و تقریبا در نزدیک های ما، یعنی در همان نزدیکی تبریز و اینجاها پیدا کردند. بعضی ها میگویند همان دیواری امروز شما میدیده خطا یا سینه که هست، حتی در بالش ماشین راه گشته میتواند. بعضی ها میگویند زیر آن دیوارها هستند. البته این را میگویند بعضی از علمای متأخر یا علمای زمانوی. بعضی ها میگویند در هر کجا باشد هم در مشرق است، یعنی در طرف آسیا هست، چون پروردگار میگوید وقتی که ذوالقرنین به مشرق رفت یا به مکانی فرو رفتن آفتاب رفت، در آنجا آنها را دید و آنها را زندان کرد بین دو کوه. مهم آنها در مشرق هستند، اما دقیقاً در بین کدام کوه؟ بعضی ها میگویند بین آذربایجان و بین ارمنیا همین گونه کوه وجود دارد، بعضی ها میگویند دقیقاً در سین وجود دارد و الله اعلم مکانشان. ولی ما یقین داریم با خبری که از قرآن و از حدیث هست آنها الان زنده هستند. و آنها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی گفتن چهره مدور دارند و بینی کوچک و چشمای خیلی تنگ و از اینها، آنها از همان مغول هستند یا از همان فرزندان چنگیز هستند که امام قرطبی که در زمانشان وقتی زمین رو به خون آغشته کردن چنگیز و فرزندانش بود، امام قرطبی میگویند در زمان پیامبر همون یک مقدار کوچکی که از بین آن صد یا آن دیوار کشاده شده بود، انا همین امثال چنگیز ها برآمدن. یعنی چنگیزو که از خطای و از منگول است. آره میگن این عیناً فرزند همون است که ببینید همان گونه که پیامبر گفتن بجز فسادکاری چیزی نمیموند. و خواهران عزیز، اگر شما همین روز دیده باشید که همین یعجوج و معجوج برمیگردد اصلشون به همون سینی های امروزه، خطایی های امروزه یا منگول ها، شما خوردن آنها رو وقتی میبینید همه نمود حیوان رو میخورند و خواهرانی که رفته در سین زندگی کرده بودن میگویند نه گربه میموند، نه سگ میموند، نه موش میموند، هر چیزی که از آنها میخورند اون هم به مقدار زیاد میخورن. هیچ شک نیست یعنی که آنها چه هستن؟ از همین نسل هستن، یعنی از نسل خطایی های امروزه و منگول های امروزه. البته مسلمان های آنها جدا هستن، ولی از اینها بودنش چه است؟ هم مواصفات حدیث پیامبر است، یا گفتیم صفت آنها رو چه خیلی که پیامبر در حدیث گفتن به آنها مانند است، هم از جهت کاری که اینها میکنن، یا گفتیم بعضی از خوردن و بعضی از نمود خاراکترهایی که اینها میکنن از همین قبیل هستن. یعنی یعجوج و معجوج یک چیز دیگر مانند مثلا یگان دیو و عجینه و یا بعضی ها میگوین اون مخلوقات فضایی نیستن. آنها چه هستند؟ از فرزندان آدم و حوا هستند، اما از نسل ترک. و ترک گفته که را میگویند همون مغول و سینی های امروزه را میگویند. پس وقتی که قیامت نزدیک می شود، این یعجوج و معجوج این هم یک ابتلا یا امتحان بزرگ پروردگار به اهل زمین است که اینها به زمین می آیند و چه خیلی دربارشان دیدیم همه جا را به خون و به ویرانگری و به نابودی، حتی آبهای بحر را خشک می کنند تا اینکه هیچ قوت و قدرت برای جنگیدن با اینها نمی ماند و پروردگار با
کوچکترین مخلوقش با کرمک ها اینها رو نابود میکند و باز در روی زمین بعد از اینها باران میبارد و زمین باز میروید و این در زمان حضرت عیسی می شود. این بود درباره یعجوج و معجوج و دیگر از زمین لرزه و بعضی از نشانه های دیگر قیامت که خطا نکنم یا 4 یا 5 تا است. ان شاء الله درس دیگر دوام میدیم.